این هفته خبر تو خبر داره براتون از قمپوزای آخوند رئیسی در آستانه یک سالگی دولت آشولاشش. اعلام کردم حتما از شما میخوام به سرعت دست به کار بشید، هواپیمای با 72 سرنشین رو سریعا در کشور بسازید. هم امکان استفاده داخلی هم صادرات خارجی داریم. کار بسیار ارزشمنده. اینا کارهای جهادی است، اینا حرکت‌های جهادی است که به برکت فرمایشات و منویات رهبری معظم انقلاب اسلامی ایجاد شده. فردای همون روزی که آخوند رئیسی این قمپوز رو در کرد، خبر سقوط هواپیمای F-14 آخوندا مثل پتک خورد تو عمامه عظما و رئیسی. سقوط یک فروند هواپیمای F-14 ارتش. مسئول روابط عمومی ارتش در منطقه اصفهان اعلام کرد یک فروند جنگنده F-14 ساعت 10:30 امروز صبح حین مأموریت دچار نقص فنی در موتور شد و سقوط کرد. حکایت پیشروی آخوندا در زمینه‌های مختلف، حکایت بالا رفتن آخوند مشنگ از پله برقیه. یکی نیست به آخوند رئیسی بگه تو آب لوله کشی ملت رو درست کن، درست کردن هواپیما باشه طلبت. من در خدمت برار شیرم، برار سردگرمم، یه چای کوپنی هم در خدمت نوش جون سخت با فقط توی افتریدی او گیره و دفته یه هم خانی باز درگ پیا ارزشدار پیا بی ارزش هورد نگشت. این هم وضعیت آبرسانی در اهواز که از لوله به جای آب ملات سیمان میاد بیرون. الان وضعیت طوری شده که بچه‌های کوچیکم استاد شناخت تورم شدن. من امروز رفتم پیش مده، من گفتم اما لیزر داره، گفت بله، گفت 4000 تومن، گفت 10000 تومن. خب من گفتم اما من فردا میام. خب باشه، رفتم پول گرفتم، مامانم 10000 تومن. الان رفتم که بهش بدم، میگه 12000 تومن باید بدی. اعضای استبل ولایتم قرار بود از رئیسی پشتیبانی کنن و بهش لگد نزنن، اما برای دربردن خودشون اینطوری به رئیسی جفتک میندازن. در اجرای مردمی سازی هدفمندی یارانه ها متاسفانه همانطوری که پیش بینی میشد زیرساخت‌های لازم از جمله نحوه کنترل و نظارت بر قیمت‌ها فراهم نشد. قیمت‌ها سرسام‌آور بالا رفت و هنوز هم متوقف نشده است. قیمت کالاها در بازار ساعتی افزایش می‌یابد. هیچ نظارت و کنترل توسط دولت نیست. اصلا دولت به فکر کنترل نیست و بازار را به حال خود رها کرده است. مردم به بهانه مردمی سازی یارانه ها به دلیل سوء مدیریت زیر چرخ فشار اقتصادی له می‌شوند. امام جمعه های خامنه‌ای هم طبق معمول مشغول سوز و گداز و خوندن روزه‌های وحشتن. هر روز یک گروه رو تحریک بکنید، اون گروه فلان صفن، اون گروه فلان صفن، تجمع بکنید، 4 نفر وارد معرکه میشن، جمع میکنن آدما رو اینجا اونجا. حالا من اسم دیگه نمیبرم. برادران، عزیزان، گویندگان، نویسندگان مراقبت بکنید. امروز هر حرکت صنفی که خواسته و مطالبات صهیونیسم ها را تأمین کند و نظام اسلامی را به چالش بکشد، یک بار گفتم این هم مذموم است هم منفور. با اون گروهی هم که حرکت میکنن اونها معاندن با نظام اسلامی. نباید امروز این حرفا و اعترافا همه رو یاد آخرای زمان شاه میندازه که تو مجلس همین حرفا رو میزدن و به همدیگه هشدار میدادن. آنچه که اون وقت در تبریز گذشت یک عصیان بود، یک عصیان به حق بود. وزیر مشاور نخست وزیر دفتر امور پارلمانی آمد اینجا به مجلس ایران، چه جواب داد؟ گفت 15-20 نفر بیش نبودن که از آن سمت مرز آمد. چه فایده که ما گوش ها رو پنبه بگذاریم، چشم ها رو ببندیم و گمان کنیم که عصیان رو نمیدیم، ولی عصیان بود. مردم مسائل بنیادی میخواستن.
یک تحولات بنیادی میخواستن. مردم رسیدگی به حسابهای بیش از یک دهه میخواستن. مردم عدالت میخواستن. توی این وضعیت آخوندهای عمامه‌دار و بی عمامه هم به عجز و لابه افتادن و اینطوری به مردم التماس میکنن که تو رو خدا مدارا کنید. از مردم خواهش میکنم. بله خودمون. تو رو به حضرت رضا قسمتون، به امام زمان قسمتون میدم، به خدا به هر چیزی قبول دارید. خواهش میکنم از مستعجل بابا به خدا انشالله بگذرد این روزگاره. ولی درست میشه شما الان مدارا کنید. گفتن سیر از گرسنه خبر نداره. مردم دست آخوندا رو خوندن و خوب میدونن که مدارا با این دزدا نتیجهش دزدی بیشتره. این وزیر مشنگ کابینه آخوند رئیسی رو یادتون هست؟ به عنوان مثال ما اگر از منابع موجود در بخش کشاورزی به درستی استفاده بکنیم در میان مدت میتونیم به 12مین قدرت اقتصادی جهان تبدیل بشیم. اگر همگام با این اقدام از ظرفیت‌های نخبگان در اقتصاد دانش بنیان هم بهره برداری بکنیم و نفت و گاز رو به جای خام فروشی تبدیل بکنیم به محور توسعه صنعتی کشور، در بلند مدت میتونیم به 3مین قدرت اقتصادی جهان تبدیل بشیم. و اگر همگام با این بحث‌ها، این مواردی که عرض کردم، از ظرفیت‌های بخش‌های دیگه مثل بخش تجارت، بخش ترانزیت، بخش خدمات مالی، دریا و معادن استفاده بکنیم و انشاءالله همزمان جمعیتمون به 150 میلیون نفر ارتقا پیدا بکنه، میتونیم حتی به قدرت اول جهان در افق تمدنی تبدیل بشیم و این منت بزرگی است که خداوند بر سر ما گذاشته. هنوز 1 سال نشده افق تمدنی رو بیخیال شد و با یه برگه استعفا برکنار شد. سخنگوی دولت اعلام کرد رئیس جمهور استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پذیرفت. آقای عبدالملکی در نامه استعفای خود علاوه بر تشکر از حسن نظر آقای رئیسی و همچنین قدردانی از اعتماد مجلس آورده، برای افزایش هماهنگی در دولت استعفای خود را اعلام می‌کنم. این هم یه نمونه از کامنت‌های مجازی درباره استعفای وزیر کار آخوند رئیسی. ببینید اندک اندک جمع مستان میرود. اولین وزیر حاج آقای رئیسی استعفا دادن، انشالله که تک به تکشون استعفا بدن و دیگه اصلا دوروبر وزارتخانه جای نپلکن. مرده شور برده ها. شاغل مرده میگفتش که با 1 تومن میشد شغل ایجاد کرد. با 1 تومن چه جورکی خودت میخوای شغل ایجاد کنی؟ با این اوصاف عظما برای بهره‌مند شدن از دستاوردهای دولت آخوند رئیسی چنین وضعیتی داره. آخوند رئیسی مشتی از عربده‌کشای عظما رو برد جماران تا اینطوری از نوه خمینی نسق بگیرن. حقیقت ما بعد از فتنه 88 پا دیگه نذاشتیم اینجا، سخت برامون گذشت، ولی امروز خوشحالیم که در خدمت شما هم هستیم. حضرت آقا به جناب عالی عزت و احترام خاصی گذاشتن و تو اون واقعی هم که اتفاق افتاد دلجویی کردن. ما هم شما رو دوست داریم. ضمن این که همینجا اگر اجازه بدید دعوت کنم از حاج حسن آقا که یه عنایت ویژه‌تری داشته باشن. یه سفر میخوایم خوزستان، ایشونو توی هر وقتی که وقت کردن اینها دعوت کنیم با ما باشن، هر جوری که صحت و سلامتیشون اجازه داد. احتمالاً منظورش از همراهی یه چیزی تو این مایه هاست.
تنفر مردم از آخوندا طوری شده که اولا مجبورن قیافشون رو بپوشونن، ثانیاً بلاهایی که سرشون اومده رو اینطوری تعریف کنن. ما داشتیم رد می شدیم از یک پارکی، با همدیگه می رفتیم، یک جوان جاهلی اومد، حالا از سر عصبانیت نمیدونم به چه دلیلی، اونم داشت با موتور رد می شد، ما هم داشتیم رد می شدیم، اومد و یک آب دهان تو صورت من پرت کرد. بعد این بنده خدا خانم ما که نامزد ما بود وقتی این صحنه رو دید یه مقدار ناراحت شد. دو روز یا 3 روز بعدش به من گفتش که من نمیتونم طاقت بیارم این سختی ها رو. حالا یک دفعه تو این 18 ماه اتفاق افتاده بود، اونم امر خیلی نادریه. گفت من نمیتونم طاقت بیارم، برام یه خورده سخته. هرچی هم به ایشون توضیح دادم که حالا یک دفعه این اتفاق افتاده و هیچ وقت اینطوری نمیشه، ایشون قانع نشد، نپذیرفت و این آب دهان آغاز یک فراق بین ما شد که منتهی به تلخ‌ترین اتفاق شاید زندگی ما بود که به طلاق رسید. این هم یه سوتی جدید از تیوی ریش و تبدیل شهر قم به کشور قم. نشست مجموعه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف کشور قم، فرش دستباف کشور قم، فرش دستباف کشور قم با دستور کار بررسی مشکلات و موانع صادراتی. تو وضعیتی که مردم ایران در تأمین اولیه ترین مایحتاجشون هم مشکل دارن، آخوندا پولا رو اینطوری خرج میکنن. در موقوفات حرم حضرت مثلا می‌بینیم که این زمین‌ها و این درآمد این قنوات فقط گوشت راسته و ران بوده برای گربه‌هایی که اطراف حرم میچرخن. بعضی گربه‌ها دارن میرن، نای ندارن راه برن، از بس چاقن، قند، چربی، اسید اوریک همه زد بالا، به میو هم حال نداشتن. رد میشدی با گوشه چشمی نگاه باید میکرد، رد میشه که خب ما گربای دور حرم آقاییم، نه نمک پرورده حضرتم، اونم نه آشغال گوش راسته بران سلام الله علیه ما. وضعیت گربه ها که اینطور باشه، وضعیت بسیجی های توی هیئت هم معلومه چی میشه. در پایان این شما و این هم یکی از آخرین ورژن های سلام پسمانده. سلام فرمانده سید علی دهری نودی هاشو فراخنده، سلام فرمانده. در پایان توجه شما رو به یه تابلوی متفاوت و دیدنی جلب می‌کنیم.